سلام، امیدوارم عالی باشین. تو این ویدیو میخوام انواع پارچه‌های زمستونه رو بهتون معرفی کنم. یعنی پارچه‌هایی که مناسب دوخت کاپشن‌ها، بارونی‌ها و انواع و اقسام پالتوها باشه. میخوام بهتون بگم که موقع خرید به چه نکاتی توجه کنید و چه انتخابایی براتون بهتره. تا انتهای ویدیو با من همراه باشین. اولین پارچه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم پارچه مناسب بارونیه. پارچه‌هایی که الان موجودن کتون زارا یا پارچه سیلیکونیان که قطعاً بین این دوتا کتون زارا انتخاب بهتریه و دوختش راحت تره. بافتش رو از نزدیک ببینید. این پارچه کتون زارا، ببینید بافتش رو. این پارچه نازکی، اصلا پارچه ضخیمی نیست. در واقع لباسای بادگیر رو میشه باهاش دوخت. خیلی هم ضد آب نیست. پشتش هم به این شکل، پشتش مثل پارچه‌های میکروه. از دو طرفش استفاده میکنیم، ولی این طرفش یه ذره بافت نرمتری داره، یه ذره بافت نخی و کتان مانندی داره، بخاطر همین اسمش کتان زاراه. دومین پارچه‌های مناسب دوخت انواع کاپشنه. البته پارچه‌هایی که الان موجوده میتونم اسمشون رو بهتون بگم که انواع پافران که میشن همینا. حالا پافرای چرمی داریم، پافرای بادکنکی داریم، پافرای سیلیکونی داریم که جنساش با هم فرق میکنه و پارچه کاپشنی‌ها یه سریاشون کاملا ضد آبه به خاطر لایه‌اش، لایه‌ای که پشتش زدن، یه سریاشون هم حالا 100% ضد آب نیستن. بعد این پارچه‌ها پشم شیشه کاملا تو کارخونه به خودشون دوخته شده. از نزدیک ببینید. به این پارچه ها توی بازار پافر میگن که حالا اسمای دیگه‌ش رو بهتون گفتم. حالا این نمونه‌ای که الان اینجاست ببینید 3 تا لایه داره. یک لایه رویشه که این لایه بهش حالا پافر یا سیلیکونی یا بادکنکی میگن. جنساش زیر دست یه ذره فرق داره که چرمیش هم هست. یه لایه پشم شیشه است، یه لایه هم مثل اینه، حالت لایی داره که چسب نداره. حالا اونایی که ضد آبن یه لایه نایلونی به این قسمت دوخته شده که باعث میشه که آب از اون رد نشه، ولی این خب ضد آب نیستش، ولی خلاصه آب از این به راحتی داخل نمیره. یه نکته دیگه هم هست که این پارچه ها پترنای مختلف دارن. مثلا این راه یا اتوبانیشه، تخم مرغیش هست، لوزیش هست، طرحهای مختلف داره که نسبت به سلیقتون میتونید انتخاب کنید. در نظر داشته باشید که اینا حتما باید آستردوزی بشن، یعنی کاپشنی که میدوزید تماما باید آسترکشی بشه، یا میتونید داخلش از این پارچه های تدی یا پشمی استفاده کنید. اگه شما هم میخواین الگوسازی و دوخت این لباسا رو یاد بگیرید، یعنی از انواع کاپشنا، بارونیا، پالتوها، حتی کت‌ها و شلوارا، کافیه با این شماره‌ای که زیر تصویر هست تماس بگیرید تا مشاورین ما تو آکادمی طراحی و دوخت فابرا کمکتون کنن و دوره مناسب شما رو بهتون معرفی کنن. حالا بریم سراغ پارچه بعدی. پارچه سوم پارچه‌های شانلن. شانل‌ها انواع و اقسام مختلفی دارن، ولی بخواید تشخیصشون بدید بافت‌های مشخص و درشتی دارن و اصولا از چند رنگ بافته میشن. یه چند تا نکته‌ای که باید تو پارچه‌های شانل بهش دقت کنید. یکی اینه که اگه درشت بافت باشه و پارچه نرمی باشه، نیاز دارین که پارچه رو قبل دوخت حتما لایه کوبی کنید. یا مثلا پالتوهایی که یقه‌های انگلیسی بلیزری، جیبای 2 فیل تاپ داره باهاش ندوزید. اگر می‌خواید بدوزید حتما لایه کوبی کنید. ولی یه سری از شانل‌ها مثل اینی که الان اینجاست بافت منسجم و محکمی داره. اینها رو میتونیم لایه کوبی هم نکنیم و بدوزیم، اما خلاصه با لایه کوبی عمر پارچه ها بیشتر میشه. موقع خریدی به یکی از چیزهایی که باید دقت کنید اینه که شانل‌ها نخکش نشن. حالا بافتش رو بیاین از نزدیک ببینید. پارچه های شانل همونطور که بهتون گفتم تار و پوداش رو کاملا میتونید ببینید و مشخصه و از رنگ‌های مختلفیه. لباساتون رو که با این پارچه ها میبرید باید خیلی سریع بدوزید، به خاطر اینکه این پارچه ها خیلی زود ریش میشن و باید سریع سردوزشون بکنید. نکات لایه کوبیش رو هم که بهتون گفتم. پارچه های شانل در حال حاضر توی بازار خیلی تنوع زیاد دارن و توی انواع و اقسام رنگا و ضخامت‌های مختلف، از پارچه‌های نازک که برای بهار و پاییز خوبه تا پارچه‌های ضخیم مثل این پارچه که برای پالتوهای زمستونی خوبه، میتونید تهیه کنید.
چهارمین پارچه که مناسب دوخت انواع پالتو هاست پارچه های پشمی یا بافت بهش میگن. این پارچه ها یه ذره بافتشون نرمتره، یه ذره لختر و ظریفتر از پارچه های دیگه. نگاه کنید الان این پارچه رو بافتشو اگر دوست داشته باشین با این پالتو یا کت های سفت و محکمی بدوزین، بهتره که کلش رو لایه کوبی کنید. در غیر این صورت میشه باهاش پانچ یا لباسای لختری هم دوخت. اینا طرح‌های خیلی متنوعی دارن، انواع چارخونه ها این جنسن یا مثل این پارچه با پترنای مختلف میتونید این پارچه رو تهیه کنید. باز از نزدیک هم بافتشو بهتون نشون میدم. ببینید بافتشو. این پارچه های بافت و پشمی همونطور که گفتم ضخامت های مختلفی داره. اکثر چارخونه ها و پارچه های پیر دو پول این ضخامت ها رو دارن. اینها هم مثل پارچه قبلی زود ریش میشن. همونطور هم که بهتون گفتم برای صفر کردنش میتونید لایه کوبی کنید، ولی آسترکشی یادتون نره، به خاطر اینکه امکان داره خیلی از پارچه های پشمی تنو بخوره. به خاطر همین حتما یا باید درزا رو کامل نواردوزی کنیم یا حتما کل لباس رو آسترکشی کنیم. اینم اون یکی پارچه‌ای که پشمی هستش. نگاه کنید این حالا یه قسمت هایش برجسته تر و یه قسمت هایش صاف تره و دوروه. پارچه این از دو سمتش هم میشه استفاده کرد. حالا دیگه این پارچه ها رو با سلیقه خودتون میتونید انتخاب کنید. پنجمین پارچه های فوتره که مناسب پالتوهای زمستونی، مخصوصا لباسایی که میخوایم خیلی سفت و محکم وایسته. به خاطر اینکه فوترا اکثرا بافتای خیلی منسجم دارن و تقریبا ایستایی خوبی دارن و پارچه های سفتی هن. مثل پارچه های شانل یا پشمی لخت و ریزشدار نیستن، پس نیاز به لایه کوبی هم ندارن و بیشتر باهاش پالتوهایی میدوزیم که برش داره. حتی روی جای دوختاش هم کامل دوخت سنگین 1 سانتی میزنیم که جای دوختا بخوابه، به خاطر اینکه خیلی اتوخورای خوبی ندارن. پس توی انتخاب مدل باید رعایت کنید، ولی رنگ بندی های زیادی دارن. البته الان توی بازار در حال حاضر خیلی رنگ بندی خوشگلی متاسفانه نیست، ولی پالتوهای برشدار خوشگلی میتونید با این پارچه بدوزید. باز بافتش رو از نزدیک هم ببینید. بافت پارچه فوتر هم ببینید چقدر منسجمه. وقتی که میخواید پارچه فوتر رو بخرین حتما به میزان ضخامتش دقت کنید. یه سریاشون خیلی خشکن، یه سریاشون نرم‌ترن. حالا این جزء پارچه هایی که خیلی خشک نیست، اما همونطور که گفتم نکات دوختش رو حتما رعایت کنید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگر شما هم تجربه از این پارچه ها دارین حتما توی کامنت برامون بنویسین و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.